بریم برای روز دوم اکسپو و امروز یک شنبه هست و فردا ما برمیگردیم ایران، اما امروز باز هم میریم اکسپو رو ببینیم و ادامه ولاگ بریم. خب روز دوم رو با غرفه آلمان شروع میکنیم. دیشب اومدیم بریم داخل غرفه آلمان، انقدر شلوغ بود که گفتن حداقل 1 ساعت زمان میبره و امروز رو با این شروع میکنیم چون یکی از 3 تا غرفه برتر اکسپو هستش. بریم داخل. تو ورودی اینو بهم اسم اول کشورمون، بعد اسم کوچیکمون، بعد اطلاعاتمون ازمون گرفتن و اینو بهمون دادن. بریم ببینیم برای چیه. خانم الان میخوام برام یه استوری، یه داستان کوتاه بگم. Quite old. Many incredible forces have created and shaped our planet for millions and billions of years. When all of a sudden life began. And life set out to evolve through countless iterations. Full of little successes. داستان پیدایش جهانه. Until at some point we came along. Seemingly within the blink of an eye, mankind took the stage. And we began to shape the planet ourselves, fitting it best to our needs. Which is why we call this era the Anthropocene, the age of humankind. Unfortunately, some of our plans had no regard for other creatures or the planet itself. Today, our leading role and our impact raise a lot of questions. How will we generate our energy in the future? How will we protect the biodiversity? And in what kind of cities do we want to live? Campus Germany invites you to get to know the answers. Connect your minds and immerse yourself in 100,000 ideas for a better future. چه خوش آمدگویی جذابی بود بچه‌ها. بریم ببینیم چه خبره. Is it an idea? Yes. این یکی از 100,000 ایده‌ایه که آلمان برای پایداری و انرژی‌های سبز داره. Put it. این ایده‌ایه که ریال بایسیکل، استفاده از دوچرخه. Another? No, this is like a 30-minute statistic or individual video about bicycling in Germany, which stands for sustainability. Okay. دوچرخه بیشتر سه. یکی دیگه. I love it. We care about the environment. For example, bus. چه میگه آلمان بیشتر از 15,000 تا رودخونه داره. 30 تا از اونا بیش از 200 کیلومتر طول دارن. این پس منی ورسه. میگه قبلا خیلی پل و فاضلا بینا وارد میشد.
اکوسیستم و خیلی تاثیر منفی روی حیات وحش میذاشت. سال 2050 آلمان میخواد که تمام این چیزها رو برداره و many kilometers have already من نتونستم کنم. This is one we take care of the environment. این یکی از راههاییه که ما میتونیم از این سیاره‌ای که داریم از این فضا استفاده بکنیم. ایده جالبی بود و اینجا هم یه استخر توپه که مردم میتونن برن داخلش. غرفه آلمان یکی از بزرگترین و جذابترین غرفه های اکسپو هستش. الان از اون قسمت خارج شدیم، خیلی قسمت جذاب و مفهومی بودش. بریم طبقه بالا ببینیم چه خبره. این سالن از غرفه آلمان در رابطه با این هستش که ما از چه راههایی میتونیم انرژی های سبز رو به دست بیاریم. برای مثال و همه اینا هم تعاملیه، یعنی برای مثال این زنجیر برای استفاده از انرژی گرمایشی زمینه. ببین هر چقدر میره پایین‌تر اینجا تو این ویدیو بهت نشون میده. اوکی. توی این ویدیو بهت نشون میده که چقدر میتونی از گرمایش خود زمین استفاده بکنی. یا توی این یکی در مورد تولید برق از انرژی باد هستش. این استند برای انرژی خورشیدیه و یه استند هم اون ور دارن. نزدیک برم تو دیوار. اینم برای حرکت میکنه. این استفاده از انرژی که موج دریا تولید میکنه و با استفاده از اون برق تولید میکنن. آلمان خیلی روی انرژی های سبز داره کار میکنه. بریم بعدی. بچه این یه بازیه برای تعادل بین انرژی که توی روز چیز میشه تولید میشه. میگه این باید این تعادله باشه و اگر بخواد یک طرف این قضیه زیاد بشه و تعادل نداشته باشه به مشکل میخوریم. این الان یه شبیه سازیه توی همون داستان گیم میکینگ. من چقدرم خوب دارم میرم. It's a heart. It is quite tricky, but it's not that tricky in real time because in real time. اینجا در قالب یه بازی اومدن انرژی تریدینگ رو دارن یاد میدن. این هم از این انرژی ببینیم این باید به اون جایی که میرسه ما اینجا این اوکی میکنیم. توی این بخش هم از فشار زیر دریا استفاده میکنم برای تولید انرژی. میزنیم میره. الان از تمام این حرکت اینو دارن برق درست میکنن. یعنی حرکت های مایی که دارن با بازی ایجادش میکنن دارن برق درست میکنن. اینا متریالایی هستش که کاملا بازیافت شده هستش از پلاستیک و خاک، آجرهای استفاده شده، شیشه. این قارچ نمیدونم، مایکروفون نمیدونم این دقیق چیه و اونم از خورده های سنگ هستش که هم قابل بازیافته و هم خودش بازیافت شده است. تو این قسمت برای اینکه انرژی بادو بتونن نشون بدن که واقعا باد چقدر انرژی داره، یه دسته داره، یه سیلندره. اینو میکشی و میبینی برای اینکه نشون بدن باد چقدر میتونه انرژی داشته باشه. باحال بود. اینجا هم یه دستگاهیه، یه اسکرینیه که میبینید
the graduation hall. Your journey is almost complete. But before you leave, there's one last thing worth sharing. Our planet is in constant motion. It is constantly changing. And more than ever before, it's being changed by us. At the same time, we know that something is not running the way it should. Take a look around. With you, the world is sitting in this room. You all come from the most different places. And as different as you are, you all voted for the same beliefs and showed that you care. During your journey through the campus, you all voted for sustainability, responsibility. You all have voted for a world worth living in. That's your dream, my dream. And still, sometimes we feel powerless. And you're right. It's hard to change the world alone. But we don't have to. Let's try a little experiment. As we think the same way, we can move the same way. Look, you're not stuck any longer. Let's move together and inspire the people around us to move as well. Move towards your beliefs to reach a better future. It takes you, and each and every one of you, to inspire, to connect, and to keep moving. Thank you. یه بخش کاملا جذاب بود که باید تو فضاش قرار بگیری تا اون حسو بگیری. من خیلی دوست داشتم. و اینجا هم یه فضای تجمعیه، حالا برای برگزاری کنسرت، یه برنامه آموزشی باشه، برنامه سرگرمی باشه، کلا یه فضایی برای دور هم جمع شدن تو خروجی غرفه آلمان. همینجور که این دوستانم می‌بینید اینجا الان دارن سرگرم میشن. یکی از نکاتی که تو اکسپو خیلی پررنگ و به چشم میاد انرژی های پایداره، مثل انرژی خورشیدی، انرژی که از باد گرفته میشه و خیلی چیزای دیگه. ریسایکل و بازیافت کردن آب بارون، خیلی از این دستکارها که بهش میگن گرین انرژیز خیلی بولد و پررنگه. کل نوری که توی یعنی برقی که توی مشاعات، نه توی خود غرفه ها داره استفاده میشه، با استفاده از همین پنلایی که گردایی که این بالا میبینید داره تامین میشه.
فکر می‌کنم گفت 500 مگاوات میتونه برق تولید بکنه اینها. و داخل این غرفه هم غرفه ترا در رابطه با همین انرژی های سبز و این بازیافت ها قرار صحبت کنیم. بریم داخل. I like red. اینجا بچه اومدن ازمون دارن اطلاعات میگیرن، نظرمون رو در مورد اکسپو میپرسن. Next. Next. خب یکی از بخشای این پاویونه که شبیه ساز کلا زیر اقیانوس هاست و توضیحات رو نوشته که توی ما هر چقدر داریم میریم پایین تر الان داره اتفاقاتی میفته. اون برای مثال اینا رو ببینید، این عروسای دریایی، اینا فکر کنم عروس دریایی درسته؟ نه واقعی بود. واقعی بود. اسکرینه. اینا اسکرینه ولی اون واقعی بود. نظر شما چیه؟ کامنت بذارید ببینیم چی بود، اسکرین بود یا واقعی بود. این قسمت در مورد آسیب هاییه که پلاستیک ها میتونن به کلن حالا بشر میتونه به دریاها و اقیانوس‌ها بزنه. کلا این غرفه بیشتر به نظرم، بیشتر که نه، کلا داره سری هشدارها میده برای جلوگیری از تخریب بیشتر کره زمین. این بخش مقابل اونه که جنگل ها رو داره پوشش میده و میریم جلوتر حالا آسیبایی که بشر داره به جنگل ها میزنه و غیره رو اینجا میتونید ببینید. اینجا الان بخش زیر جنگل هاست که میگه که ریشه ها به این شکلن، این موجودات هستش زیرش و شبیه سازی زیر زمین توی جنگل هاست اینجا. توی این بخش هم یه سری حالا دستگاه ها هستش که یه سری سوال ها از ما میپرسه. اینجا میتونید ببینیدش. مثلا این چی پرسیده؟ این پرسیده که behavior to survive in a desert. میتونید توی یه بیابون سروایو نمیدونم دقیقا یعنی چی. ما یه سوال با این دستگیرها میتونید جواب بدید بهش. و اونجا بهتون جواب میده. در مورد این غرفه من خیلی داخلش جذبم نکردش. بیرونش نمای بهتری داشت. نمیدونم چرا، دوست نداشتم. میخوام بریم داخل غرفه سنگاپور. غرفه سنگاپور بوکینگش یعنی رزرویشنش از طریق خود اپلیکیشن اکسپو پر شده، ولی گفتش ساعت 1 احتمالاً باز کنه که بریم داخل. منتظر میشیم یه مقدار ببینیم، اگر اوکی باشه میریم داخل، اگر نه میریم این غرفه دیگه. ورود به غرفه کشور سنگاپور، یکی از گرونترین و زیباترین کشورهای دنیا. اینجا یه فضاییه که
توی هر کدوم از اون مخروطایی که میبینید یه همچین فضاهایی وجود داره و گویا همه اینا طبیعیه. غرفه برزیل یه حجم یه کیوبه که این وسطش رو گرفتن کشیدن بالا و اینجا شده ورودی کار. بریم داخل ببینیم چطور. خیلی جالب به نظر میاد. غرفه‌شون رو اولا که یه طراحی کاملا مینیمال داره و سعی کردن که یه جوری یادآور یکی از رودهاشون باشه که نماد برزیله. What was the name of river? ریو نیگرو. اسم اون رودخونه است که یکی از بزرگترین رودخونه های آمازون هستش و خب مردم میتونن برن داخلش و جالبه تو این فضا چیز جالبی رو ایجاد کردن. Screen. You see video photo in night. Oh. Yeah, once it's night, and show music for. So nice. از داخل حجمشون از این پرده‌ای که اینجاست هم به عنوان ویدیو وال استفاده می‌کنن و توی شب اینجا کامل تبدیل میشه به ویدیو وال and show Amazon Forest. خب بریم طبقه بالا ببینیم طبقه بالا چه خبره. اینجا یه نمایشگاهی از پیشرفتاشون، پیشرفتای فضایی، کارهایی که انجام دادن توی زمینه های تک، در مورد همه اینها، حتی تو زمینه بحث موشکی و این موشک‌هایی که موشک‌های ماهواره بر رو اینجا به نمایش گذاشتن. بیشتر بحث تکنولوژیشون و پیشرفتشون تو زمینه تکنولوژی هستش. این آمازونیا وان یکی از ماهواره‌هاشون. متاسفانه غرفه کره، جمهوری کره، به خاطر کنسولایی که داره توی باد حرکت زیادی داره و به همین خاطر، به خاطر بحث امنیت بستنش و نمیتونیم ازش بازدید کنیم. بریم غرفه ایران. اومدیم غرفه ایران توی نمایشگاه اکسپو 2020 دبی. غرفه‌ای که خیلی روش نقد هست، خیلی ها میگن دوستش نداریم یا خیلی ها میگن که مشکل داره، ولی میخوایم بریم کامل بهتون نشون بدم و در موردش با هم صحبت کنیم. نظر خودم هم میگم، شما هم نظرتون رو میخوام که توی کامنت بهم بگید. بریم دو. نمای غرفه متشکل از یه سری گوی‌های قرار بوده سفالی باشه که گویا به خاطر تحریم ما نمیتونستیم سفال خارج کنیم از کشور، تبدیل شده به این گوی‌های چوبی. خیلی ها اینو میان تشبیه میکنن به تسبیح و غیره و غیره، اما حالا دقت که بکنید توی نما یک شفافیتی ایجاد کرده. اینم بگم که غرفه ایران متشکل از یک سری کیوبه، از یک سری مکعب تشکیل شده که این یک پوسته‌ای هستش که روی اون مکعب‌ها قرار داره. من یه جا خوندم که قرار بوده عین همین مکعب‌ها فکر می‌کنم 7 تا مکعب باشه، توی قسمت‌های مختلف ایران باشه و این مکعب‌ها با هم دیگه ارتباط داشته باشن، یعنی افراد داخل ایران بتونن با کسایی که داخل اکسپو هستن و داخل اون کیوب قرار دارن ارتباط بگیرن. از نظر فضابندی و کلا کارهایی که انجام شده، اکسپو یک محلی هستش برای تبادل فرهنگی. حالا این فرهنگ میتونه از نظر معماری باشه، آثار صنایع دستی باشه، آثار هنری اون کشور باشه، یا حتی ایونت ها، رقص ها و کلا آداب و رسوم اون کشور که یک فضایی هم برای اون در نظر گرفته شده. بریم داخل. قسمت ورودی، جایی که هم این پاسپورت ها رو مهر میزنن و هم برای اطلاعات، اگه کسی اطلاعاتی بخواد اینجا بهشون میدن. حالا الان روشون رو به خاطر نامساعد بودن هوا پوشوندن، ولی اومدن یه نمادی از منبت‌کاری ایران که یکی از هنرهای ایران هستش رو اینجا قرار دادن که هنر اساتید ملایر هستش.
و این قسمت بخش ورودی هستش. حالا ما اومدیم الان صف نبودش ولی چند دقیقه پیش صف شده بودش. بریم داخل. به محض ورود با یکی از نمادهای ایران برخورد میکنیم که یک مجسمه سیمرغ هستش که از جنس برنز هستش و اینجا نوشته شده که توسط مجسمه ساز ایرانی ساخته شده و اومده اینجا نصب شده. و داخل فضا که قرار میگیری ارتفاع یکی از آیتمایی که توی معماری خیلی تاثیرگذاره. از نظر جنس، ابعاد، وقتی توی فضا قرار میگیری این ارتفاع زیاد باعث میشه که شما رو بغل کنه فضا و این کار جذابیه. من نمیخوام از غرفه دفاع بکنم، نمیخوام تخریبش کنم، من جزئیات رو نشون میدم و در آخر میگم که شما نظر بدید. من نظر خودم رو میگم، نظر شما رو هم میخوام بدونم. آخر ویدیو هم میخوام چند تا از افراد دیگه که از کشور دیگه هستن نظرشون در مورد غرفه بپرسم. خب یکی از هال‌های غرفه اکسپو ایران هستش که توش هم از نمادهای ایرانی مثل منشور کوروش، حالا اتفاقاتی که افتاده و اون چیزای باستانی که داریم، سرستونهای تخت جمشید، سرباز هخامنشی و غیره استفاده شده. توی این ویدیو والی که اینجا هستش مناطق دیدنی ایران رو نشون میدن. پشت سر من روی دیوار انواع رقص‌های ایرانی رو میتونید ببینید. کردی، عربی برای جنوب ایران، رقص فارسی، رقص خراسانی، همه اینا رو میتونید اینجا ببینید و خب این برای من جالب بود که این کارو کردن و اجازه دادن که این کار انجام بشه. بریم قسمت بعدی. موزیکی که داره پخش میشه موزیک خارجی نیست، موزیک اقوام مختلف ایران هستش. یه سری فضاهای ایجاد شده، یه سری فضاهای اندرونی و فضاهای بیرونی که فضاهای خصوصی و فضای پابلیک و عمومی از هم جدا شدن. اینجا مثلا ورودی بخش اداری هستش. یه توضیح هم در مورد این پوسته بدم. این پوسته قرار بوده که این گوی‌ها نماد خاک باشن و نشانگر خاک باشن و باکس هایی که پشتش هستش و رنگ آبی آسمانی که داره نماد آسمان باشه و تلاقی این دوتا رو داشته باشیم. و خب به خاطر یه سری مشکلات یه تغییراتی توش به وجود اومده و خب ما باید از همه نظر این داستان رو ببینیم. محدودیت هایی که از نظر تحریمی داریم، محدودیت هایی که از نظر بودجه داریم، محدودیت های سیاسیمون و یکی دیگه از حالها هستش که فرش دستبافت ایرانی که یکی از نمادهای ایران هستش رو توش به نمایش گذاشتم و برای فروش هستش و حس و حال سنتی، اون حس و حال فرهنگ ایرانی رو داره اینجا. حالا ایسته جالبم بهتون بگم، برای مثال این فرشی که اینجا میبینید قیمتش 2 میلیون درهمه. اگر اشتباه نکنم میشه هلوهوش 14-15 میلیارد تومان. خدا ما 7500 خریدیم درهم. ارزون شده. قسمت از غرفه ایران بخشی هستش که در مورد سنگ‌های ارزشمندی که توی ایران یافت میشه و نحوه فراوری و نحوه به وجود اومدنشون، فراوری شدنشون و تبدیلشون به برای مثال ظروف مسی و غیره. مس
یه بخشی به عنوان رستوران داره که توی اون غذاهای همون کشور سرو میشه و این فضا به عنوان رستوران غرفه ایران در نظر گرفته شده. توی قسمت وسط غرفه ایران یه فضایی رو به عنوان یک هال برای برگزاری ایونت ها و مراسم سنتی و فرهنگی ایران در نظر گرفتن که یه نشیمنه و یه اسکرین و غیره. بریم قسمت بعدی. باز اینجا هم با استفاده از این ویدیو وال ها قسمت های مختلف ایران رو داره نشون میده، جای دیدنی، شهرهای ایران و چیزهایی که جذابیت داره. گفتم یه جا خوندم که قرار بوده که این ویدیو وال ها ارتباط داشته باشن با ایران و افرادی که یه همچین فضایی هم توی ایران قرار بگیره و افراد از این طریق با کسایی که داخل اکسپو ارتباط برقرار کنن. این هم بخش فروشگاه صنایع دستی ایران هستش. حالا کلا سوغات ایران از گز و سوهان و زعفرون و چیزایی که مخصوص خود ایرانه اینجا فروخته میشه و اینم بگم همه کشورها اینو داره، حتی فرانسه هم اینو داره. یه سری کشورها چیزی ندارن، تیشرت فرانسه رو میفروشه طرف. خب ما وقتی اینو داریم اینو به عنوان یک سوغاتی که مختص ایرانه و مال ایرانه به فروش میذاریم و اون کسایی که میان اینجا خارجی ها علاقه زیادی هم به این داستان دارن. خب بریم نظر چند نفر از کسایی که از غرفه دیدن کردن نظرشون رو بپرسیم. Hello? Excuse me sir. How was the Iran pavilion? It was outstanding. So I mean the architecture also is very different from the other one, and even the welcome inside from the staff was perfect. Yeah, so we have had a nice time. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Excuse me, ma'am. What's your what do you think about Iran pavilion? There are more specific on the history, I think, and then the carpets. I like it also. And what about? Yeah, it's nice. Especially here, like what you call this, like wooden. It's wood, right? It's wood. Yes, yes, it's wood. That's it. Thank you so much. And بعدی. Hello, sir. Excuse me. What do you think about Iran pavilion? It's good. So nice. خودش ایرانیه؟ چطور بود آقا غرفه؟ نه حالا به عنوان ایرانی کلا نظرت چی بود در مورد غرفه؟ عالی بود، یعنی خوب بود. خیلی عالی. نماش در تمدن ایران و این چیزا بود. نماش هم عالی بود. دوست داشتید در؟ آره. خدا رو شکر. خدا رو شکر. مرسی. مرسی مام. Excuse me sir. What do you think about Iran pavilion? It was really nice. I didn't expect it. Actually, I want to go to Iran, but I never managed to do it. So it's so nice. And what do you think about the facade and architecture of Iran pavilion? Amazing, really. I wasn't. I didn't expect it. Like really good. Oh, it's beautiful. Yeah. Thank you so much. Hello, excuse me. What do you think about Iran pavilion? Sorry? What do you think about Iran pavilion architecture and all things? It's really good. Yeah, I like the architecture. I like the carpets, rugs and all. Thank you so much. Thank you. Hello. What do you think about architectural of this pavilion? It's very unique. Yeah. It's very unique. It's very unique. Yes. Thank you. And where are you from? China. China. Thank you so much. Thank you.
خیلی خاص بود، واقعا خاصه. ما توی کل اکسپو همچین غرفه‌ای نداریم. Hello, excuse me. What do you think about the architecture of Iran Pavilion? I love the beading, the beads, the wooden beads. They're very nice. You say it's good or bad? It's good, of course, good. yeah. Thank you. Where are you from? I'm Canadian. Canadian? Mm-hmm. It's so nice. Thank you so much. خب بچه غرفه ایران رو دیدید، نظر چند تا آدم از ملیت‌های مختلف هم دیدید. پس این غرفه شاید برای ما از نظر ما خیلی زیبا نباشه، که از نظر من به شخص من واقعا این غرفه رو دوست دارم. از نظر من یه غرفه خاص جذابه، اما شاید خیلی از شماها دوست نداشته باشید. اما تقریبا همه کسایی که از کشورهای دیگه بازدید میکنن از این غرفه واقعا دوستش دارن و من دیدم کسایی که دنبال غرفه ایران میگردن که بیان ببیننش. نظر شما در مورد این غرفه چیه؟ حتما نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید، چون برام مهمه که ببینم نظرتون چیه. من این غرفه رو دوست داشتم. میخوایم بریم وارد یکی از خفن‌ترین غرفه‌های اکسپو بشیم، غرفه آلیف که کار نورمن فاستره. بریم تو، خیلی هم صفش طولانیه. وارد غرفه آلیف شدیم، میخوایم بریم داخل ببینیم چه خبره. هیچ ایده ای ندارم که اون تو چه خبره. واقعی نیست. چه عروسک باید اگه راه افتاد نترسی. اینجا فکر میکنم بخش دوبه قدیم باشه، اینجوری که دارم میبینم. و اینجا هم سید بهتون نشون بدم یه ماکتی از دوبه قدیمه. تو فکر کنی نورمن فاستر همچین جایی رو طراحی کرده؟ چقدر باید یه آدم واو بچه اگه میخواید ابعاد این رو ببینید یه همچین ابعادی داره. واو. بچه این چیزی که میبینید یه همچین ابعادی داره ها.
هذا الشيء يجري في دمنا وباجين عليه.
یه مغزه بچه‌ها. اینم نورونای مغزیه. این شبیه یه مغزه، ماکت مغزه و اونم حرکت نورون‌های داخل مغزه. خطوط رو می‌بینید؟ همون خطوطیه که توی نما دیدید. کانسپتش نورون‌های مغزیه. $86 میلیارد نورون توی مغز ما وجود داره. غرفه خیلی جهان اولی داشتن، خیلی کانسپچوال و خیلی آینده نگرانه بود. غرفه بعدی که میخوایم بریم داخلش غرفه ایالات متحده آمریکاست که نماش از ستاره های خود پرچمشون الهام گرفته شده. بریم داخل ببینیم داخلش چه خبره. صفش هم خیلی طولانیه. پیام معاون اول رئیس جمهور آمریکا برای بازدید کننده های اکسپو. جزء معدود غرفه هایی هستش که نقاله داره و حداقل راه نمیریم.
Behold these truths to be self-evident. زیر پای من چرخ. یکی از مهمترین نمادهای آمریکا این مشعلی هستش، یعنی نمادی است از مشعلی که دست مجسمه آزادیه. چه تاریخ آمریکا، البته تاریخ که خب خیلی کوتاهه ولی هست. تسلا بود که دیدید پیشرفتشون در انواع و اقسام بخش‌های صنعت مثل خودرو ساخت صنعت هوایی که خب کلاً به آمریکا شناخته میشه، سفینه‌های فضایی که میشه گفت یکی از بنیانگذاراش آمریکاست و ادعا دارن که راه فضا رو این دوستان باز کردن. شروع کامپیوتر و اینترنت با شرکت IBM و اینترنت که خب از ابتدا در اختیار ارتش آمریکا بود. استیو جابز رو داشتیم تصویرش رو. مدعیان که خب آمریکا کسی بود که اینترنت رو آورد توی جیب مردم و توی گوشی‌های کوچیک که مردم بتونن ازش استفاده کنن. آقای استیو جابز که میشه گفتش که یکی از نمادهای آمریکا و نمادهای تکنولوژی به علاوه یک عدد آیفون فکر می‌کنم 3G باشه سال 2007. داره در مورد فناوری کوانتوم کامپیوترینگ صحبت میکنه که دنیا رو عوض کرد. سازه رو میتونید ببینید که کاملا تغییر میکنه و خیلی جذابه که تو این حجم داره. funded by the U.S. Department of Energy and located at the Lawrence Livermore National Laboratory in California. در مورد انرژی خورشیدی و نیروگاه خورشیدی که آمریکا ساخته داره صحبت میکنه. در مورد لحظه بیگ بنگ گفت آخ نخورن اینا به هم.
در مورد لحظه بیگ بنگ گفت و شروع دنیا. خیلی جذابه که همچین سازه جا بجا میشه. Bringing us to a crossroads in the current age of the commute. With the introduction of autonomous vehicles, we are reevaluating how mobility solutions factor into our everyday life. It's a future that will reinvent transportation, but it's not only confined to cars. خودروهای خودران تسلا رو داره در مورد صحبت میکنه و اتصال مغز انسان با اشیا. Will empower a new form of mobility, one that creates opportunities for everyone to determine their own future. که انقلابی در بحث حمل و نقل ایجاد خواهد کرد. همچنین معتقدن که اینترنت رو به سراسر جهان ماهواره‌هایی که آمریکا فرستاده به فضا داره، یعنی شروع کنندش اون بوده. رئیس جمهورشون آقای بایدن برای بازدیدکننده‌های اکسپو هستش که در مورد تغییرات اقلیم زمین صحبت کرده بود. بریم ببینیم این بر چه خبره. اینجا که گوگل و بقیه اتفاقات جذابشون رو دارن به نمایش میذارن. بچه یه چیز خیلی جذابی که بود، این یک قسمتی است از ماه که آپولو 17 در سال 1972 50 سال پیش اونو به زمین آورده و مردم اینجا باهاش عکس میگیرن. این هم مریخ نوردی هستش که همین الان توی مریخ هست و یه نمونه یه ماکتی ازش اینجاست، سولار پنل هاش و قسمت هایی که باهاش نمونه برداری میکنه از سطح مریخ و حرکتش و جالبه. غرفه آمریکا رو من خیلی دوست داشتم. یه اتفاقات جذابی توش افتاده بود که تاچ دمونش نمیدونم خیلی چیزای جذاب برای من حداقل داشتش. من دوست داشتم.
نه از نظر معماری، از نظر های تک. خب بازدید ما از اکسپو تموم شد و یه تجربه فوق العاده بی‌نظیر بود. امیدوارم شما هم از این ولاگ لذت برده باشید و کیف کرده باشید کلی. حتما نظراتتون رو زیر این پست برامون بذارید و چنل ما رو حتما سابسکرایب کنید و منتظر ویدیوهای بعدی باشید چون کلی ویدیوی خفن تو راهه. خیلی مخلصیم تا یه ولاگ.